یه دسته از این پولا 5 سال زندگیت رو میخرن. چند سالته؟ 35 سال تا 40 سالگیت رو با همین میخرن، به همین سادگی. حقوق چقدره؟ 10 میلیون تومان. 30 روزت، 60 روزت، 90. این تکنیک خیلی قدیمیه ولی همچنان جواب میده. یه تحقیق انجام داد آقای فستینجر سال 1954. ببین مال کیه. ایشون اومد اثبات کرد که مغز انسان به صورت ناخودآگاه از طریق مقایسه کردن خودش با دیگران حس ارزشمندیشو میسنجه. حالا وقتی این مدرس میاد دلار بهت نشون میده، میگه این حقوق 1 ماهته، این حقوق 10 ماهته، به صورت غیر مستقیم داره سیستم مقایسه مغزتو فعال میکنه. نتیجهش چی میشه؟ تو الان هر چقدر میزان حس نارضایتی و کمبود داشتی ضرب در 10 میشه بعد از دیدن این پست. یعنی احساس میکنید دیگه کلا ارزشمند نیستی، کاری که انجام میدی به درد نمیخوره و خب قاعدتا اینجا مکانیزم دفاعی مغزت فعال میشه که تو رو از این تله بی‌ارزشی نجات بده. چیکار میکنه؟ میاد تو رو متقاعدت میکنه که بری دوره آموزشی مدرس رو بخری که با یاد گرفتن تکنیکاش بتونی به اندازه اون درآمد داشته باشی که دیگه حس بی‌ارزشی نداشته باشی. آدم‌ها هیچ وقت بی دلیل متقاعد نمیشن. پشت متقاعد شدنشون رمز و راز وجود داره که من برات